بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادران عزیز، تمام عزیزانی که بعد از دیدن نوار پیشتره از من خیلی خواهش کردید که زودتر نوار دیگر آماده کنم، چون اکثریت مهاجران ما به این نوار نیاز دارند. امروز میخواهم همراه شما درباره کفن کردن مرده زن نوار دیگری داشته باشم. و پیش از همه اینجا من یک چند سوال هایی که زیادی از شمایان به من روان کردید میخوام اولا جواب دهم. پیش از همه زیادی پرسیدن که کافور چی هست، ما پیداش نکردیم. عزیزان، کافور دیره و کمفاره اگر نوشتید در گوگل پیداش میکنید. دیره و کمفاره میگویند که روغن کافور رو مثل کمفاره گفته هم میفروشند، برای پوست و برای زیبایی و این چیزها در تمام ساحه ها استفاده می شود. و سیدر رو تقریبا همه میدونند، سیدر در همه جا هست، سیدر به اینترنت نویسید هم میبراید. و کافور این درختی است که از آن روغن و از آن صابون تیار میکنند و بوی عطر رو خیلی که گفتم خاصیت هایی به پوست فایده ناک، به جسم انسان فایده دارد. و این را می توانید از مغازه ها، علل خصوص آنهایی که به دولت های عرب و یا به حج سفر میکنن، اگر گفتن ارزان هم هست پیداش میکنن. چیز دیگر گفتن اگر کافور پیدا نکردیم میشود صابون استفاده کنیم. البته میشود، مهم شستن خوشبو کردن مرده هست. از صابون هم میشود استفاده کرد یا از صابون های آبی هم میتوانید داخل آب ریزید. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی برای مرده خودشون چی برای دخترشون توصیه کرده بودن که از کافور و از سیدر استفاده کنید. بعضی گفتن سیدره که با داخل آب پرت افتید میتوانید اون رو ما از دوکه گذرانیم آب صاف شود، چه خیلی که خواستید. مهم این که به آب سیدر آمیخته شود. چیز دیگر زیادی خواهران پرسیدن که دعایش چی. عزیزان، یکی از مشکلی هایی که در کشور ما هست و همه چیز رو برای مردم خیلی دشوار نشان میدهند، این است که برای غسل کردن دعا هست، برای طهارت کردن دعا هست، برای هر یک چیز یک دعا میگویند که مردم این دعا رو نمیدونم گویان میترسند. برای شستن مرده پیامبر یگان دعا نگفتند و در یگان کتاب فقه ابو حنیفه رحمت الله علیه هم درباره شستن مرده اگر بینید طرز شستن را میگویند و یگان دعا را باید گوید پیدا نمی شود. یگانه بسم الله الرحمن الرحیم گفتند پیش از طهارت، چگونه که سنت است. پیش از طهارت کناندن میت هم بسم الله الرحمن الرحیم میگویم که متاسفانه من در نوار پیشتر یکم هیجان زده و کار بار زیاد فراموش کردم. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن سنت است و دیگر دعای مخصوص ندارد. اما چون در ما حدیث است که در خانه که در آنجا مرده جان داد دعا اجابت می شود، می توانند دعا کنند که پروردگار گناهایش را بخش، به سکرات موت را به ما هم آسان کن، این روز به سر همه می آید. پروردگار گویان چی دعا کردید می شود. یک دعای مخصوص که برای آب ریختن مرده دعا باشد، برای شستن مرده دعا باشد، برای سرش دعا باشد، پایش دعا باشد وجود ندارد. چیز دیگر عزیزان خیلی برای من راستی دهشت انگیز بود. چند خواهر به من صدا روان کردن که شما اونجا نشان دادید که مرده کاملا پنهان باشد، در جای ما زنها مرده رو کشاده تماما اوریان و لوچ میشویند، باز یک نفر نه یک چند نفر رو ببینید مرده تازه شد یا تازه نشد گویان میپرسند. عزیزان، آیا کسی که مرده رو به همه نشان میدهد خودت راضی میشوی که بعد از مرگت تو رو همه نشان دهند؟ یعنی در ما حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی میگویند به سان پای یگان مرده و زنده نگاه نکن، سان پایت رو هم کسی نبیند. به سان پای یگان مرده و زنده نگاه نکن، حتی به مرده هم به سان پایش نگاه نکن که این چی است، این عورت است. و در تمام کتاب ها میبینید که در وقت شستن مرده اگر مرد از ناف تا زانو باشد، زنها کلی بدنشان مگر سرشان، و اگر علاج یگان لطه پاره نیافتند، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم حداقل از ناف تا زانو نه لطه ها هست و مشکل ندارد، کلی بدنش خیلی که من نشان دادم. اما باز اینجا نوشتن که بدن مرده رو، زنها رو، عورتش رو میتوانیم تازه کنیم یا تازه نکنیم. برای چی تازه میکنید؟ اصلا نگاه نمیکنید که شما چی هست و چی نیست نمیبینید. و حتی بعد از چه خیلی گفتم لطه میپیچونید، پخته میپیچونید و تماما در اونجا شما نمیفهمید که تازه است تازه نیست. عموما نگاه نکرده این کارها می شود. تازه کنند به کجا رسد؟ اگر ناخنها از حد دراز باشد می شود قیچی زد، اما آن هم اگر دراز نباشد باکی ندارد. پس این مسئله خیلی که پیامبر میگویند کسر عظم المیت که کسره حیان، شکستن استخوان مرده مثل شکستن او مثل زنده هست. گناهش و اذیتش مرده حس نمیکند چه مشکلی دارد، مرده حس نکند. همینجا نگاه کنید خیش و تبار مرده
مرده هست و انسان اصلا نمیخواد که جسم او بعد از مردنش معرکه مردم شود. برای همین در مسئله ستر عورت خیلی خیلی باید احتیاط شد. و اینجا چیزی دیگر درباره شستن مرد رو من چند روایت آوردم. از شستن حضرت علی همسرشان رو، از شستن اسماء دختر امیس ابوبکر رو، از حدیث پیامبر که عایشه اگر مردی من تو رو شسته کفن میکنم. این روایت ها بسنده است عزیزان، نباید در این باره چرا این رو گفتید، ما روایت صحیح آوردیم، قبول کردید نکردید حوالتان به الله می باشد. اکنون امروز میخواهم درباره کفن کردن مرده این نوا رو داشته باشم. اولا عزیزان، پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در بخاری است، برای زینب دخترشان در 5 لته یا در 5 پارچه شما کفن کنید میگویند و کفن باید سفید باشد و قیمت هم نه، ارزان هم نه، یعنی یک کفنی عادی سفید باشد. اینجا زیادی ها پرسیدن که چند متر می رود. عزیزان، جسم انسان از انسان فرق میکند. بعضی ها خیلی خراب و لاغر هستند که با مقداری کم آنها رو میتوانید تا گفتیم 15 متر 12 متر تمام کنید. بعضی ها قد بلند دارند، جسم وسیع یا فربه دارند، با آنها زیادتر. اینجا جسم هر یک نفر با خودش نگاه کرده، چه خیلی که کرته خرد و کلان میپوشیم، کفن هم همین گونه می رود. اما عادی که من با یک لختکچه کفن رو به شما یاد میدیم، من یک مقداری کم حدودی 3 متر کتی نشون میدیم تا 12 15 شاید بعضی ها تا 20 متر هم رود. خیلی گفتم به هر یک انسان نگاه کرده. برای ما بعد از اینکه ما کفن یا قماش سفید رو میگیریم، متریال سفید رو میگیریم، ما آن رو به 5 پاره جدا میکنیم و برابر این باید ما برای بستن هم این طور لتچه ها داشته باشیم، یعنی برای بستن. و جای این رسمان هم میشود از خود لته باشد خوب است. و اینجا عزیزان، پیش از اینکه ما بعد از اینکه مرده رو شستیم و دیگر خشک کردیم تماما، خیلی که در نوار پیشتره، پیش از آن اول باید کفن آماده در یک طرف می ایستاد. پیش از شستن مرده اول باید کفنش رو ما آماده کنیم که یک بار مرده رو بعد از شسته خشک کردن بالای کفن گیریم. و چه خیلی گفتم برای ما برای کفن کردن 5 پاره لازم می شود. و ما نگاه کنید، اولا یکم چیزی که به ما لازم است 2 تا پارچه کلان برای پیچانیدن. تگانداز است در ما پروستی نمیگویند. همینطور 2 تا پارچه کلان، این برای میده تر است، برای اون که خیلی گفتم چیزی که من به شما نشون داده استم میده، برای کلان ها میتونه تا 3 با 3.5 یا 2.5 به هر کس نگاه کرده. این یکمش نگاه کنید 2 تا انمی خیلی یک خیله میبرید 2 تا. این رو اول یکمش رو به پایان، و ما شانه و قیچی هم و این چونین مشک هم در کار است. بعدا من به شما نشون میدهم چرا. یکمش رو اینجا گرفتیم، 1 تایش رو، این 1 تا. بعد از این میگیریم دویمش رو هم عیناً چگونه ای که همین گونه هست اون رو میمونیم. این دویمش هست. بعد از این برای ما لازم می شود کرته. در جای ما بعضی ها کرته رو می دوزدن. عزیزان، برای کرته مرده هرگز دوختن و سوزن و رشته لازم نیست. فقط برای شما انا همین طور، یعنی یک لطه که می پوشانه نگاه کنه در روزیشه همین طور است. اکنون این به قد مرده نگاه کرده، فقط جای کله این رو مایان قیچ میکنیم که مرده به آسانی کلش در آید. فقط همین طور اینجا رو قیچی میزنید. اکنون من کلانتر یا میده‌تر قیچی میزنم، فقط از روی آن هم تخمینی، برای اینکه ما 100% نمیدونیم. همین خیلی قیچی میزنید، نگاه کنید، همین خیلی قیچی میزنید. از اینجا ما کله مرده رو میدراریم برای اینکه اذیت نشود. ما روی مال هم داریم، برای همین مشکل ندارد اگر کمتر شد. نگاه کنید، این سیومش هست، سیومش رو میمونیم و یک قوتش رو میکشاییم. اگر در زمین کرده استید هم میشود، در بالای بلندی هم. در زمین باشه نگاه کنید. این رو بعد از قیچ کردن سیوم پارچه ما 1 تاش رو اینجا میگذارید و اینجا یک پارچه دیگر هست، اون ایزار است. برای ایزار هم یگان چیز نداختیم، نگاه کنید، پارچه عادی هست. من این کلانترک هست، این رو
از زیر دستش یا از زیر کتفش تا پایان مثل دامن یا یوبکه گویا میپیچونیم. اگر از این کمتر باشد از ناف پایان هم میشود، لیکن اگر کلانتر باشد و از بالا یعنی تقریبا نزدیک های سینه اگر کردیم بهتر است. این رو هم بالای این میمونه، نگاه کنید بالای این میمونه. این چهارمش بود. در ما یگانه رویمال ماند. رویمال هم تا میشود کلانتر باشد و میتوانیم رویمال رو در اینجا جای کنیم. در اینجا جای کنیم یعنی پیش از کرته میتوانیم رویمال رو مانیم. رویمال هم چقدر کلان باشد باز بهتر است. نگاه کنید این پنجمش رویمال بود. انا همین طور ماندیم. نگاه کنید یک تا زیر اندازی کلان، دو تا. بعد از این یک تا کرته که از مابینش من دراز کردم و قیچی زدم، یک تا رویمالی کلان و یک تا چی؟ یک تا ایزار هم یک پاره. یگان توی این دوختگی نیست، همش فقط قیچی زده است. پیش از اینکه ما مرده رو اینجا مانیم، این رو من همین طور نگاه کنید، من همین طور میکنیم از دو طرفش، برای اینکه برای کشادن برای مرده آسان باشد. ببخشید این باید در پایان استاد که آسان تر می شود. دو طرفش رو همین طور میمونیم. من میخوام این چیز تیار می استاد در ما. پیش از اینکه ما مرده رو به شستن شروع کنیم، این رو همین طور 5 قواد رو تیار کرده همراهی بندک‌هایش در یک طرف میمونیم. بعد از اینکه ما مرده رو شسته شدیم، نگاه کنید مرده رو شسته شدیم، اینجا مرده بود، آره نگاه کنید این رو اینجا می آوریم و آهسته از زیرش اونی که من پیچانده مانده بودیم یعنی تیار بود، باز چه خیلی گفتم حرکت کنید یگان جای بدنی مرده به جز دستاش کمی پایش و این چونین سرش دیگر یگان جای بدنی مرده کشاده نشود. بعد از این خوش رو یعنی مرده رو میکشاید. و عزیزان اینجا چند نفر پرسیدن که چند کس لازم می شود. بعضا 5 نفر لازم می شود، بعضا 4 نفر، بعضا 2-3 نفر، بعضا 1 نفر. حتی در بعضی کشورها فقط به 1 نفر میدهند برای آنکه طرز آب و این چیزها آسان است. برای همین اما مهم شخصان امانتدار باشند، مهم شخصان امانتدار باشند. هر کوچکترین عیبی که هم دیدن در مرده آن را نگویند. و 1 دقیقه برای ما پخته لازم می شود که 1 دقیقه من باید بیارم. بعد از اینکه مرده رو آوردیم، نگاه کنید مرده رو آوردیم، اولا این بعد از خشک کردن بالای مرده با یگان لطه عادی یا می توانیم با دست پاککنی کلانتر یا با چی گفتم دستمال کلان یا یگان عموما یگان قیماش بالایش پوشیده باشد. اینجا هنوز لباس هایش رو نپوشانده شما می توانید نگاه کنید. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند به دخترشان به زینب گفتند به مکانهای سجده اش عطر کنید. ما با پیشانی سجده میکنیم، به پیشانیش عطر میکنید. با دست ها سجده میکنیم، با بینی به بینی هم عطر میکنید. با دست ها به سجده میرویم عطر میکنید. این چونین به پای و به زانو، با تمام این بدن جایهایی که به سجده می رود عطر می کنید. و اگر گفتید دیگر به دیگر جای بدنش هم عطر می کنیم باکی ندارد. و در کشورهای عرب حنوت هست. حنوت یک نمود گیاه خیلی خوشبو هست، در بین کفن بعضا از آن می زنند. اما اگر شما حنوت ندارید به هر جای کفن می توانید خوشبوترین عطر رو به هر جای کفن بزنید تا که مرده بوی خوش دهد و چی کند یگان مردم یعنی از آن ناراحت نشوند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی گفتند به دخترم عطر زنید. و بعد از اینکه عطر زدیم، موی زن را اگر دراز باشد بعد از اینکه شستیم شانه میکنیم و 3 تا گیسو میکنیم. چون ام عطیه میگویند ما موی دختر پیامبر رو 3 تا گیسو کردیم، به 3 تقسیم کردیم و 3 تا گیسو کردیم و به پشت پرتافتیم.
موی دختر پیامبر رو ما 3 تا گیسو کردیم و به پشت پرتفتیم. یعنی شما اگر موی مرده دراز باشد، دراز نباشد باکی ندارد، بعضیا میگن برای شستنت مویت حتما دراز باشد، قیچی زدن مو فقط اینکه به مرد مانند نشود در اسلام جایز است. همسران پیامبر به مو قیچی زدگی هستند، حدیث در صحیح مسلم است. ما اگر مویش دراز باشد موافق سنت 3 تا گیسو میکنیم موی او رو، یعنی موی مرده رو 3 تا گیسو میکنیم و به پشتش میمونیم. در بعضی کتاب ها اینچنین در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم هست که میتوانید به پیش مونید، یعنی به پیش گیسو ها رو مونید، اما رویمال میپوشانیم، اینها همش چی میشود؟ پنهان میشود. همین طور شما 3 تا گیسو میکنید و به پشتش میمونید. نگاه کنید. اکنون یکمین کاری که میکنیم، ما عطر زدیم، مویهایش رو شانه کردیم، گیسو کردیم، مویش رو میتوانید بعدن اگر زیادی کرد یا موی برآمد پرتوید، اگر گرانیدید باز بهتر میشود. نگاه کنید. بعد از اینکه ما عطر کردیم مویهایش رو تماما شانه کردیم و به پشت گیسو کردیم، اگر ترسیدید که شاید از دهانش یا بینیش یگان چی خون چیزی آید میتوانید پخته خلید، پخته مونید و بعدا حتما یک مقدار پخته رو میگیرید، یک مقدار پخته رو میگیرید و اون مقدار پخته رو نگاه کنید، نگاه نکرده تماما در دست پوش داره، دست پوش داره. اگر نداشته باشد با یگان لطه دست شما به عورت نرسد، آهسته از زیر همین به شما کمکتون میکنن به عورتش، مثل اینکه زنها لطچه میمونن، طهارت لطه میمونن، به او میمونید. مثل اینکه مثلا اینجا این که کوکله هست من به شما نشون میدم، من میخل باید پنهان باشد، لیکن این خیلی نشان دادن مرده هیچ ممکن نیست، من فقط برای مثال آوردم. تماما ممکن نیست، انا ببین شد نشد تماما این کار ممکن نیست. انا میخل آهسته یک پاره لطچه رو، پخته کلان رو از بالای پایان به پایان میمونید که خوی نوخ آدمی است، یکی یگان نجاست زیاد خارج نشود. یکی اگر ترسیدید که این پخته کمی میکند باز زیادتر پخته میمونید، باز زیادتر پخته میمونید. بعد از این نگاه کنید، اینجا این رو من ایزار گفته بودم، آره ایزار رو آهسته از زیر لطه شروع میکنیم برای پیچانیدن، برای پیچانیدن. به شما کمک میکنن برای همین میت شما نمایان نمیشود. من تنها که کرده استادم. نگاه کنید. انا همین خیلی یکم پاره رو، من همین خیلی یکم پاره رو، این ایزار گویا، ایزار رو از زیر نگاه کنید، از زیر بغل، از زیر بغل انا همین خیلی یکمش رو می آوریم. انا این ایزار است، ایزار رو پوشانیدیم، این ایزار رو پوشانیدیم. بعد از این ما کرته داریم، آره کرته ما چی است؟ شکاف است این طرفش. اکنون آهسته کرته رو میبیاریم، نگاه کنید، کرته رو میبیاریم، کرته رو میبیاریم. اینجا از من کلانتر من قیچی زدم از اینکه چی در این باره چی نداشتم که تا چه اندازه میتوانم، یعنی کرته رو آوردیم. نگاه کنید با همین کرته رو پوشانیدیم، کرته رو پوشانیدیم. سبحان الله، اینقدر کرته میپوشیم، برای کرته گریه میکنیم، با همین کرته فقط میرویم. این کرته رو میپوشانیم. بعد از این رویمالش رو نگاه کنید، 1000 سال سطر نکرده باشیم هم دیگر در مرگ ما رو سطر میکنانند. برای همین زنهایی که از سطر دلگیر هستید پیش از اینکه به زوری بپوشانند باید بپوشید. نگاه کنید این رویمالی که بود این رو همین طور میبندیم یا به پشتش میگیرونیم. من رویمالش رو پوشانیدیم، کرته رو پوشانیدیم، از زیر کرته ایزار داشتیم، آره پیچونیدیم، یگان جا سوزن و رشته ندارد، هیچی نداشت. بعد از این ما لباس اساسیش رو پوشانیدیم. نگاه کنید اکنون 2 تا گفتیم تگ انداز یا پراستین کلان در پایانش هست، اگر کمی این طرف آوردیم هم می شود. این رو می آریم، خوش رو این طرف می گذاریم. در خریدن کفن و پیچانیدن کفن هیچ اکنام نکنیم، برای آنکه هرچی پوشانیدنش آسان است بهتر است. نگاه کنید اینش رو هم اینجا می آریم، اینجا می آریم. دویم قوت هم، دویمش رو هم می آریم اینجا، این طرف رو هم می آریم اینجا. اکنون از اینجا می بندند، از اینجا هم می بندند، ولی
ما بعد از کفن کردن خیش و تبار خیر و منظور میکنن، آره بوسه میکنن، آخرین بار ویدا میکنن، با مرده خیر و منظور کردن ممکن است. صحابه ها پیامبر رو بوسه کرده بودن. برای همین شما میتوانید بعد از کفن کردن فقط رویش رو منمین طور چیکار کنید؟ کشاده مونید. اینجا ما چه خیلی گفتیم در این وقت ها همش اینجا چشمی این پوشیدگی باشد که این بار من نپوشیدم، چشمی مرده پوشیدگی هست و چی دارد؟ از جاغ تا اینجا بستگی هست، این طور بستگی هست. همیشه مرده رو چی گفتیم؟ جاغش رو زود میبندیم و چی میکنیم؟ چشمش رو میپوشیم. جاغ مرده بسته هست که پیشتر هم بسته بود و چشمش پوشیدگی هست. همین طور میمونند. کسی خیر و منظور کرد، پیش از مرده رو گرفته از خانه بردن که هر چیز جنازه رو از خانه بردید بهتر است. این حدیث پیامبر است، مگر در حالت های ضرورت. نه گفتیم اکنون مرده رو میبرن، در اینجا چیکار میکنیم؟ باز عیناً چه خیلی که پیچونیدم همین طور میپیچونیم و با اون چیزی که گفتیم باید ببندیم میبندید. یک تا از بالا برای قپیدن، یک تا از بالا. این کار زنها هست، آره بقیهش گورانیدن و بگور موندن کار مردا. یک تا از بالا، یک تا از پایان، یک تا از پایان، یک تا از پایان و می توانیم یک دو سه از اینجا ببندیم یا می توانید دو تا بندید، می توانید سه تا بندید، مشکل ندارد. یعنی برای اینکه یکی مرده کشاده نشود نگاه کنید میبندیم. یکی دیدیم که بناگاه یگان چیزی از بیمار بود، یگان چیزی نازل شد، شرط نیست به همه نشان دهیم، زود جوش رو پاک میکنیم، از نو پخته دیگر میمونیم. عزیزان با همین آماده هست برای گرانیدن. کاش مردم چقدر که برای عروسی آمادگی میدیدند برای مردن هم فکر میکردند. چقدر آسان میشد زندگی، چقدر ما برای مال دنیا از هم دیگر نمیرنجیدیم و نه میجنگیدیم. بعد از این رو بالای یگان چیز دیگر البته میمونند که با آن دوام میکنند، داره با آن میبردارند و همین طور برده میگرانند. این بود عزیزان امروزه نوار من. هر کجا باشی زندگی کن، هر چی میخواهی بخور، کجا باشی باش، همین طور از دنیا میروی. آخران چیزی که ما میبریم همین لطه سفید است و عملهایی که کردیم، صدقه که کردیم، نمازی که خواندیم، زکاتی که دادیم، نه قصرمون، نه ماشینمون، نه فرزندانمون، نه پدر و مادرمون همراهی ما نمیروند. همین طور همراهی اعمالمون، قرآن و نماز و زکات و هر کار خیری که کردیم با ایمانمون میرویم. پروردگار آخرین لحظات عمر ما رو با ایمان رفتن رو نصیب کرده باشد و اله همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نشین باشیم. مرگ آخرین مصیبت ما در دنیا باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.